داخل این جهان پر رمز و راز موجوداتی وجود دارن که وقتی ببینیمشون با خودمون میگیم اونا انقدر عجیب و غریبن که انگار از یه سیاره دیگه یا یه کهکشان دیگه افتادن رو زمین. حالا توی این ویدیو میخوایم 4 تا از عجیب و غریب ترین حیواناتی که وجود دارن رو بهتون معرفی کنیم که احتمالاً اسمشون رو تا حالا نشنیدید. هم ظاهرشون خیلی عجیبه و هم رفتارشون کاملا غیر زمینیه. از یه مارمولک خاردار گرفته تا یه خارپشت خار. شماره 4، خرچنگ یتی، موجودی از اعماق تاریک اقیانوس. اول از همه میریم سراغ این خرچنگ که اسمش خرچنگ یتیه. به قدری عجیب و خاصه که وقتی دانشمندا اولین بار دیدنش اصلا نمیدونستن باید جزو کدوم دسته از حیوانات طبقه بندیش کنن. چی باعث میشه این خرچنگ اینقدر عجیب و خاص باشه؟ اولین چیزی که جلب توجه میکنه موهای کرکی روی چنگاله و دستاشه. معمولا ما خرچنگا رو با یه پوست سفت و سخت میشناسیم، اما یکی یه جورایی انگار یه لباس پشمی پوشیده. به همین خاطره که بهش میگن خرچنگ یتی، چون شبیه اون هیولای برفی افسانه‌ایه. کجا زندگی میکنه؟ خرچنگ یتی توی اعماق اقیانوس نزدیک دودکش‌های آتشفشانی زندگی میکنه. اینجا یکی از غیر قابل زندگی ترین جاها روی زمینه، چون نه نور داره، نه اکسیژن کافی و حتی پر از مواد سمیه. اما داستان جایی عجیب تر میشه که میفهمیم روی موهای بدن این خرچنگا یه سری باکتری زندگی میکنن که گوگرد و مواد شیمیایی رو به انرژی تبدیل میکنه. یعنی عملا این خرچنگی فارم از باکتری ها روی بدنش داره و خب تغذیه‌اش هم از همیناست. شماره 3، اکسلوتل ها، موجوداتی که هیچ وقت بزرگ نمیشن. این موجود گوگلی و دوست داشتنی و البته عجیب توی دریاچه‌های مکزیک زندگی میکنه و یه ویژگی خیلی متفاوت داره که اون از بقیه دوزیستا جدا میکنه. بیشتر دوزیستا مثل قورباغه توی دوران نوزادی توی آب زندگی میکنه و بعدش به خشکی میان، اما اکسلوتل ها هیچ وقت از این مرحله رد نمیشن، همیشه یه نوزاد باقی میمونه. حالا میخوام یه چیزی بهتون بگم که باورش قطعا براتون سخته. این موجود قدرت شگفت انگیز داره، بازسازی اعضای بدن. اگه یه اکسلوتل یه دست، یه پا یا حتی یه تیکه از مغزش رو از دست بده، دوباره اونو میتونه رشد بده. تازه حتی اعضای پیوندی رو هم میتونه بپذیره و ازشون استفاده کنه. شماره 2، مارمولک شیطانی خاردار، جونوری که آب رو از پوستش می نوشه. حالا نوبت رسید به این موجود خشکیزی. این مارمولک توی بیابون‌های استرالیا زندگی میکنه. ظاهرش رو ببینید، بدنش کاملا پوشیده از خارهای تیزه. این خارها هم نقش دفاعی دارن، هم یه قابلیت خیلی عجیب که خب توی هیچ حیوان دیگه‌ای نیست. اینا یه سیستم خاص برای نوشیدن آب دارن. بدنش میتونه رطوبت رو از هوا یا حتی از روی شنهای بیابون جذب کنه. چجوری؟ بین خارهاش یه سری شیارهای میکروسکوپی وجود داره که مثل کانالهای کوچیک عمل میکنن و آب رو مستقیما به دهنش هدایت میکنن. یعنی اگه فقط روی یه زمین نمناک راه بره، بدنش خودجوش آب رو جمع میکنه و میفرسته توی دهنش. مارمولک خاردار خیلی موجود حقه بازیه، چون یه سر تقلبی هم داره. یه زائده گوشتی روی گردنشه که وقتی احساس خطر میکنه سر اصلیش رو پایین میبره و این زائده رو بالا میگیره. اینجاست که شکارچی ها فکر میکنن دارن به سرش حمله میکنن، در حالی که خودش از فرصت استفاده میکنه و در میره. و حالا شماره 1، هیولای سیاه دریایی، ماهی که روی کلش چراغ داره. اول از همه باید تایید کنیم که ظاهرش واقعا ترسناکه. یه دهن گنده پر از دندونای تیز، بدن سیاه رنگ و یه لامپ روی کلش. توی تاریک ترین نقطه اقیانوس هم زندگی میکنه، جایی که تقریباً حتی اندازه نخودم نور نیست.
این چراغی که میبینید در واقع یه اندام زیست تابشه که توش یه سری باکتریای خاص زندگی میکنه. این باکتریا نور تولید میکنه و این ماهی ازش برای جذب طعمه استفاده میکنه. شکارچیای کوچیک‌تر فکر میکنن این یه طعمه نورانیه و وقتی نزدیک میشن یه دفعه این 4 تا موجود عجیب الخلقه هر کدوم یه دنیای شگفت‌انگیز برای خودشون دارن. از یه مارمولکی که آب رو از پوستش میخوره گرفته تا یه خرچنگ پشمالو. حالا نوبت توه. کدوم یکی از همه برات جذاب‌تر بوده؟ حتما نظرتو تو کامنت بنویس.